الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران الاسلام و مسافران عزیز، کسانی که صدای ما را میشنوند. الحمدلله من با دعای شما خدا خواهد به یاردم شما الحمدلله این مسجد ما روز از روز رنگ دیگر میگیرد. الله سبحانه و تعالی در این دهه خدا خواهد اتقا من النار، آزادیشتن از دزدی دوزخ به همین انشاءالله استاهام خدا کش و قوتیت به ما و شما هم انشاءالله کش و قوتیت که من کارای ما ادامه دارد. هر روز یک وجه خدا خواهد انشاءالله با پیش رفته استیم. الله سبحانه و تعالی امید میکنیم که روزای نزدیک تا تیر ماه این مسجد پره خدا خواهد بالاش محکم میکنیم تا خدا خواهد میدام حرکت هم است. برای همین البته شما هم دستگیری کنین، در دعا باشین، انشاءالله این چیز با پایان میرسه تا خدا خواهد. مقصد داریم من اینجا مهمانو نوبتش بده است، البته نگاه نکرده و انشاءالله ماه مبارک و دهن روزداریشون هم اومده قدر امکان یعنی خدمت دارن. الله سبحانه و تعالی از همه ما و شما راضی شدگی باشد، همه ما و شما را خدا کشون قوتیت و دائم در دعا و دائم انشاءالله در یاردم باشین. الله سبحانه و تعالی این چیزا زودتر خدا خواهد با آخر میرسونیم تا امید داریم. همه انشاءالله خدا خواهد چندین مسافرها یعنی در حق ما دعا کنیم تیان. البته همه مسافرها در حق شو دعا میکنیم صحت بودین شو، الله سلامت بیارن شو، حفظ و پناه الله مهربان باشن. آن مصیبتی که به سر ویها اومده است البته ما هم شریک هستیم، ما هم همین چون که انما المؤمنون اخوه، مؤمنا همه به دیگر خدا خواهد برادر است. ما خرسند نیستیم بلکه ما هم انشاءالله دلگیر هستیم و دائم در دعای شما هستیم که الله زودتر این مشکلات و این مصیبت از بالای خدا خواهد قوم و جمعیت مسلمانان زودتر بردارد. در این ماهی خدا خواهد بزرگ الله سبحانه و تعالی همون یعنی ظالما را انصاف دهد، ظالما را توفیق دهد تا اینکه انشاءالله مهر و محبت و نسبت مسلمان ها اله زیاده شود. در کجای باشین در امان خدا باشین. برادری که انشاءالله خدا خواهد تاجیک هستن الحمدلله خدا خواهد من دستگیری دارن، یعنی مسجد نیا که بعضی برادرایی که خدا خواهد در یعنی شکنجه امروز خدا خواهد قرار دارن، الله حق سبحانه زودتر و یا خلاص شده یعنی عدل عادلیت برقرار شدن الله سبحانه و تعالی تمانا داریم. البته از تمام روی دنیا ما را دستگیری دارن، آنانی که خیرخواه هستند، آنانی که انشاءالله به این خیراشو رضای خدا را میابند و به این خیراشو جنت کی وعده است انشاءالله خدا آن کسی بنا کنند مسجد قصر میسازد. الله سبحانه و تعالی به نام آنها این چنین خدا خواهد از تمام دنیا، این خصوصا هم دولت تاجیکستان انشاءالله اکثر بچه ها دستگیری دارن و اکثرش که تصادیان که دامنا همه خیلی خفیتا انشاءالله دعا کنین. من این سر خدا خواهد از جمهوری تاجیکستان از شهری توز دهه ادریستی چند برادر را خدا خواهد خیر کردن. الله سبحانه و تعالی این برادرها را خیر احسانش در این ماه مبارک شریف رمضان قبول نماید و سایبان آخرت بگرداند و چی مقصد و چی آرزوها دارند خواه دینی است و خواه دنیایی اله به فضل و کرمش خدا برآورده خیر بگرداند. از ما نگردد از الله سبحانه و تعالی اله در این دنیا هم در آخرت هم البته اجر و مکافات و پاداش دارد. عزیزان من امید میکنیم که پیشرفتی ما دستگیری شما است. اولا الله سبحانه و تعالی خدا خواهد انشاءالله خدا خودش قوت میتد، خدا این مهر این مسجد در قلب همه مسلمانان می اندازد و زودتر انشاءالله این مسجد با آخر میرسد. دیگه انشاءالله نیت داریم همیشه صحت باشین، سلامت باشیم، نه در این نوار بلکه در 5 وقت نماز انشاءالله، در نمازهای جمعه، در نمازهای تراویح که شب قیام لیل است البته در حق شما ما دعاگاه هستیم. من یک شب بزرگ میاد شب قدر انشاءالله خدا خواهد همه شما در دعای شما هستیم. شاد باشین، صحت باشین، سلامت باشین. John
ربطی نداره.